های گایز، چطوری بچه ها؟ خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم که امروز یه روز متفاوت اومدیم که به کنسرت امیر تتلو ریاکشن بدیم. اونم چه کنسرتی و اینکه ترک نوازش، البته لایوش، اجرای لایو و کنسرت 1400. بریم ببینیم چجوریه این کنسرت. البته که بعضی تیپ‌هاشو دیدم تو اینستاگرام ولی همه‌شو ندیدم و کلا کاملشو ندیدیم، ولی خب بریم ببینیم چجوریه اجرای نوازش. البته که ترک و نوازش رو من حفظم ولی کنسرتش رو ندیدم. فهمیدید چه جاهنگرم؟ چی ای راست میگید؟ با من بخون. اینو کل ایران میدونه دیگه. اون طرفدارای وی آی پی که $500 دادن رفتن یه چیزی نیست. تو دیدی قبولی؟ روبران نیست احوالم، شب و بعد روزو درگیر کارم. تو منو کشتی، اخمام تو هم قصه ها کوهن، انگار مجبورم که ازت دورم. بی تو این شبها چقدر شومن، چقدر رفتاره تأثیر داره رو من. نه میتونم جلو تیم بحث رو بازش کنم، نه غرور اجازه. جمعیت رو داری؟ اصلا جمعیت رو ببین. فکر کنم 10,000 نفر رفتن و رکورد کنسرت رپ فارس بود و همچنین رکورد بیشترین جمعیت یک ایرانی خارج از کشور بود فکر کنم. آره، رپ فارس رو که مطمئنم ولی این خارج از کشور رو نمیدونم. میده که به تو خواهش کنم، نه میتونم جلو تیم بحث رو بازش کنم، نه میتونم با غم تنهایی سازش کنم. نه غرور اجازه میده که به تو خواهش کنم، ولی من دلم پر میزنه موهاتو نوازش کنم. تنها خواننده‌ایه که لایوش از خود موسیقی از خود موسیقی یا خدا از اون چیزی که ما تو گوشی میشنویم بازم گند زدم. بهتر نمیاد سر زبونم چی بود، ولی لایوش خیلی بهتر از دیجیتالشه و نسخه دیجیتالشه و تنها خواننده‌ایه که انقدر خوب اجرا میکنه با احساس و خیلی قشنگ و تتوهاش هم کامله. اینجا تتوهاش هم کامله و قشنگ مشتی اومده اجرا کنه. خیلی قشنگ. یه چیزی میگم بهت شاید بخندی بهم، یه چیزی میگم فقط در حد گله، یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. چرا خندید؟ من تو اون دیجیتاله گیر کرده بودم، اینم خودش خندید بدتر شدم. نگاه این چرا خندیدیه و اینم چت شده. فقط در حد گله،
یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی حالام که حرف دله حرفشو میشنویم تو میخوای بشکونی خب باشه میشکنیم نه میتونم جلوت این بحث رو بازش کنم نه غرور اجازه میده که به تو خواه چقدر نور قشنگ نور پردازی و گفتم که لایوش بهتر از دیجیتالشه و هم دختر خیلی ولی جمعیت زیاده. به نظرم این بهترین نسخه اون بود، یعنی کاملترین نسخهش بود. خب دیگه قشنگ چجوری بگم پخته شده بود، این نسخه پخته ایشون بود و امسال هم نسخه پختهش بود ولی دیگه خیلی خسته بود، اصلا آهنگا رو همینجوری میداد میرفت ولی این سال 1400 آهنگای خوبی هم اومد، مثل من باد قهرم، مثل کنم 98 بود میخوام اومد یا 99. آره نه میخوام 99 اومد ولی آهنگای خوبی اومد. 1400 آره 1400 آهنگای توپی اومد. باش کنم ولی یه بار دیگه نه میتونم جلوت این بحث رو بازش کنم نه نه غرور اجازه میده که به تو خواهش کنم ولی من موهاتو نوازش کنم. گیتار الکتریک این زورو چی بود؟ زورا این زوروه امروز کلا تو صوتیه. ولی گیتار الکتریک نداشتیم تو نسخه دیجیتالش، فکر کنم نداشتیم. حالا اینجا لایو ما که این حرفا رو نداریم تو چقدر ناز داری ما شاه و بیبی بودی بلد نی پاس کاری فقط بلدی که دل منو بشکنی فقط میدونی که همه چی و عشقمی ولی نمیتونی یه چیز انقدر کش ندی نه میتونم جلوت این بحث رو بازش کنم نه غرور اجازه میده که به تو خواهش کنم ولی من دلم پر میزنه موهاتو نوازش کنم نه میتونم جلوت این بحث رو بازش کنم نه میتونم با غم تنهایی سازش کنم نه. این اولین لایوی بود که تتو کامل بود، فول تتو بود. این اولین لایو فول تتو کاملش بود، البته لایو کنسرت ها منظورم. 1400 دیگه کامل شد، دماغو زد و غرور اجازه میده که به تو خواهش کنم ولی من دلم بکنم 99 فول تتو کرد ولی 1400 اولین کنسرت فول تتو رو گذاشت، یعنی کلا سرسا بهترین نسخش از نظر من. پر میزانه موهاتو نوازش کنم خب به من میگین ساعت چنده؟ 12:42 همون من نگفتی 12:30 میندازنمون بیرون
بعد تمام مشترک شدن هم بزنیم.